سوالی 90 سوالی 7 است. مدل ناکس هم درونش مدل دارد کвадрати است. یک چند راه هست برای اینو کار کردن. یک رو انتخاب کنیم. یعنی مدل چیکار می‌بینیم؟ هم مثبت شده میتونه هم منفی شده میتونه. یعنی هم x minus 1 شده میتونه یا اینکه minus x جمع 1 شده میتونه. این به چی وابسته؟ به x البته وابسته. با این رو کار کنیم. یعنی اگر x از 1 کلان شود این مثبت میشه. اگر x از 1 مایده شود برابر منفی میشود. یعنی minus x جمع 1 رو. از روی همین دو نابرابری ما این مثال کار کردن حرکت میکنیم. یعنی چیکار میکنیم؟ مینویسیم اول بگذار مثبت باشد و مثبت کی به وجود میاد اگر x از 1 کلان باشد و مدل ما چی میشود؟ x کوادرات جمع 2x جمع x جمع 1 باش minus 1 minus 1 برابری سینو. این مدل کوالیتی باید کنم. چیکار میکنم؟ x کوادرات جمع 3x minus 40 برابری 9 میشود. میتونیم با یار دیسکریمنت یا اینکه با خواص جدا کرده با خواص جدا کرده میشود x جمع 8 x minus 5 برابری 9. از اینجا دو ریشه ما x minus 8 و x برابری 5. لیکن شرط داشتم x باید از 1 کلان باشد. ما از این در اینجا چی دارم؟ x از 1 خوره. یعنی این رو قبول نمیکنم. جواب ما فقط x برابری 5 نمیتونه. اگر x برابر 5 این جواب من درست میشه. دوم شرط میرویم. در دوم شرط چی میگه؟ اگر x از 1 خورد باشد این منفی میشه. یعنی مدل ما به این طور میگیرد x کوادرات جمع 2x minus x جمع 1 برابر 39. این مدل کوالیتی باید کار کنم. x کوادرات جمع x چند میشد؟ minus 38 برابر 9. آیا من این با قوس جدا کرده میتونم یا نه؟ کدام عدد رو ضرب کنم 38 رو میدهد. با قوس جدا کرده نمیشه بکنم. بیاین دیسکریمنانت رو استفاده بریم. دیسکریمنانت چی بود؟ b کوادرات minus 4ac در اینجا b من 1 کوادرات minus 4 ضرب 1 ضرب minus 38 و این برابر چه میشد؟ x تو 20 x 52 32 x 52 x 53 میشد. و ریشه های ما چی میشد؟ ریشه 1 minus b minus 1 plus ریشه x 53 تقسیم 2. ریشه دومی ما چی میشد؟ minus 1 minus x 53 تقسیم 2. در اینجا با شرط داشتم ما باید از 1 مایده باشد. ریشه x 53 تقریبا چند میشود؟ این تقریبا بین 12 و 13 و این ریشه از 1 کلان است. از 1 مایده نیست. برای همین این رو ما قبول نمیکنیم. این خطا است. و ریشه ما چی میشود؟ این میشه از 1 مایده. لیکن از ما چی میپرسد؟ ریشه مثبت این منفی است. این مثبت ریشه ما فقط 5 مثبت ما چند میشه؟ 5 میشه. 5 رو میتونیم. یعنی سنجش گذرانده میتونیم. بیاین سنجش کنیم. آیا همین 5 درست است یا نه؟ 5 کوادرات جمع 2 ضرب 5 جمع 5 minus 1 آیا برابر است به 39 یا نه؟ 25 در 35 جمع 4 39 است. درست است. یعنی دویم این هم مونده میتونه درست میشود. لیکن از ما مثبت میشه برای ما 5 میشود.